بهر بولیدگی هر یکی ما و شما قصه میدیا تقدیم میکند. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامک کنم باز. سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران، برادران عزیز و گرامی قدرم. بنده تصمیم گرفتم برایتان یکی از بهترین قصه آموزنده را بهرتان پیشکش نمایم. نام قصه چنین است: پدر و دو فرزندش. یکی از پدران قصه واقعی خود را چنین بیان میکند. او میگوید که صاحب دو فرزند هستم، دو پسر دارم. کلانیش احمد 28 ساله است و خردیش محمد 25 ساله است. میگوید وقتی که احمد به دنیا آمد خیلی خوشحال شدم. اصلا میگوید نمیتوانستم او را تنها بگذارم. بعضن وقت همسرم به خاطر دوست داشتن زیاد نسبت احمد خشمگین میشد. میگوید چند سال از بین گذشت و فرزند دوم من محمد هم به دنیا آمد، ولی من احمد را خیلی زیاد دوست می داشتم و به محمد توجه نمی کردم و خیلی زیاد احمد را نگاه و بین می کردم و حتی میگوید گاه به خاطر به بیرون برآمدن یا به خاطر خوشحال گذرانیدن می برآمدم کوشش می کردم تا احمد را با خود ببرم و محمد را با مادرش تنها می گذاشتم در خانه. ولی میگوید مادرش هر دویشان را یک رنگ دوست می داشت، یکی را از دیگری کم و زیاد دوست نمی داشت. اصلا به یاد ندارم با محمد بازی کرده باشم و یا او را به مکتب برده باشم. حتی اگر بیمار هم می شد پیش یگان دکتر و یا پیش یگان متخصص او را نمی بردم. من گمان می کردم که فرزند خردیم بچه موفق نیست در زندگی. فکر می کردم بسیار بچه سست است. میگوید یکی از روزها احمد و محمد با هم جنجال کردند و محمد دست خودش را برای زدن به احمد بلند کرد. وقتی او را دیدم خیلی عصبانی شدم و غیرتم به جوش آمد و او را زدم و از خانه بیرون کردم. همسرم التماس کرد تا او را ببخشم و از او گذشت کنم و بگذارم تا دوباره به خانه بیاید، اما من این کار را نکردم و محمد را پسر بد و بیراه گفتم. وقتی که من فرزند خردیم احمد را از خانه بیرون کردم، او هم برای زندگی کردن پیش پدر و مادرم رفت و آنجا مشغول تحصیل علوم شرعی و حفظ کردن قرآن شد. من هم در طول این مدت اصلا سراغش را نگرفتم و نخواستم که ببینمش، تا اینکه پسر بزرگم احمد با دختر ازدواج کرد که اصلا مناسبش نبود. همسرم هم از دست من خسته شده بود، چون او را از ملاقات با فرزند خردیش محمد باز داشته بودم و او نمی توانست که پیشش برود. میگوید من هم به پیش پسر بزرگیم رفتم تا از غم و اندوه خودم گیله کنم، اما او فرزند کلانی محمد به من گفت که مادرش مجبور نیست تا خدمت مرا بکند
و خودش هم وقت ندارد تا او را ملاقات بکند. خیلی ناراحت شدم و هنگام نماز بامداد به مسجد رفتم. وقتی نماز احساس راحت کردم. این میگه اولین باری بود که اینقدر احساس خشوع کردم، خشوع کامل میکردم. این احساس به خاطر خواندن قاری قرآن بود که در مسجد امام بود. وقتی که تلاوت قرآن میکردم در نماز زمزمه میکرد، به نهایت میگوید صدای فاره می داشت. خیلی صدایش زیبا بود. بعد از ادای نماز نشستم و گریه کردم تا اینکه امامی که نماز را خوانده بود برای ما، قاری قرآن، میگوید یک جوان بسیار نورانی میگوید به نزدم آمد و من را به آغوش گرفت. واقعا میگوید تعجب کردم که چرا مرا به آغوش گرفته است. میگوید من هم او را به آغوش گرفتم تا این که به گوشم نزدیک آمد و گفت پدر جانم، دلم برایت تنگ شده بود. من هستم فرزند خردیت محمد. میگوید بعداً پسرم من را به خانه پدر و مادر پیرم برد که اصلا پیش آنها من نمی رفتم و آنها خودشان پیش من می آمدن. پدرم میگوید بیمار شده بود و مادر هم در جاگه خواب بود. پسرم آنها را خدمت می کرد و خانه آنها خیلی هم تغییر کرده بود. میگوید آن شب همانجا ماندم و صبح دختر زیبای من را بیدار کرد و گفت تقا جان، خانه ما را روشن کردید. از او پرسیدم که تو کی هستی؟ گفت من همسر پسرتان محمد جان هستم. او پس از بیدار شدن و کمک کردن به مادرم صبحانه را آماده کرده بود. واقعا حیران شده بودم از رفتار نیک و خوش اخلاقی او. خودم را میخواستم بزنم و تنبیه کنم که چی طور این فرزندم را رها کردم، از خانه بیرون کردم، تا اینکه پدرم من را صدا زد و گفت فرزندم بیا تا قبل از مردنم تو را به آغوش بگیرم. می دانستم که پدرم از من ناراضی است، ولی با این وجود از من تشکر و سپاسگزاری می کرد. من از او سبب تشکر و سپاسگزاریش را پرسیدم. پدرم جواب داد که محمد به من گفته است که تو او را فرستاده ای تا به ما خدمت بکند و به خاطر پولهایی که فرستاده برای ما از تو تشکر میکنم فرزندم. در حالی که من محمد را از خانه بیرون کرده بودم و هیچ مال هم نفرستاده بودم، بعد از مدت محمد با خوراکی آمد و آنها را با همسرش داد و گفت برای پدرم خوراک شام آماده بکن. پدر میگوید من هم می خندیدم و هم گریه می کردم و به محمد گفتم مادرت به خاطر تو می میرد. محمد گفت به زودی پیش مادرم می رویم. میگوید فرزند با همراهی فرزندم به پیش مادر رفتیم و همه چیز را برایش تعریف کردم. محمد گفت تو و مادرم بیایید با ما زندگی کنید. پدر میگوید من هم قبول کردم. وقتی که به خانه رسیدیم، مادرش از خرسندی و خوشحالی زیاد میخواست که پر و بال در بیارد و پرواز کند. میگوید محمد با سرعت زیاد پیش مادرش رفت
و او را به آغوش گرفت. همان مادری را که من ملاقاتش را حرام کرده بودم. بله دوستان عزیزم، در اینجا رسیدیم به پایان قصه دیگری. واقعا این قصه برای من شخصا تأثیر آور و علم آور بود و امیدوارم برای شما نیز پسند آمده باشد دوستان عزیزم. بله دوستان، پدر و مادر هر گونه ای که باشند باید ما فرزندان بکوشیم تا برایشان کمی هم باشد خدمت خود را برسانیم. بله دوستانم، با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.